کجا رفت؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز میده. بله. راهیل همون توست؟ بله. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده تا امروز که فرزند نداشت. هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنید؟ یعقوب و راهیل انسان‌های بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه‌ای هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر دارد؟ 4 همسر، من و لیا و زلفا و راهیل. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن، اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی‌کنم. یعقوب مرد عادل و مهربانی است. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچهش رو از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل 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 هوشو راهیل 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 نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیرید. برای خالیتان راهیل دعا کن. دعای شما زودتر اجابت می‌یابد. پس چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند اون